پریزیدنت جمهوری تاجیکستان، اساسگزاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، محترم امام علی رحمان. مادران و بانوان محترم و خواهران و دختران مهربان، ملاقات ایدانه ما به افتخار روز مادر در آغاز فصل زیبای بهار، احیای تمام موجودات طبیعت و عرفه تجلیل جشن نوروز بین المللی برگزار می گردد. در آغاز بهار تجلیل گردیدن جشن مادران رمزی بسا نیکی به هم آمدن دو نیروی بزرگی زندگی آفر و هستی ساز، مادر و طبیعت می باشد. زن مادر رمزی آغاز زندگی، نمونه زیبایی و مهربانی و خرمی و شکوفایی حیات بشر، یعنی فرزندانی می باشد که آنها را خود به دنیا آورده است. تمام مادران و بانوان ارجمند، خواهران و دختران عزیز کشور و همه شما حاضرین گرامی را به افتخار جشن فرخنده روز مادر صمیمانه و صدقاً تبریک میگویم. به خاندان هر یک شما و مردم شریف تاجیکستان، کل هموطنان برون مرزی، پیش از همه سلامتی و خوشبختی و روزگاری آسوده آرزو می نمایم. همچنین ابراز می دارم که با شکوه و شهامت و با کمال قدرشناسی تجلیل نمودن این جشن نشانه اعتبار و احترام خاصه دولت و حکومت مملکت نسبت به مادران و بانوان عزیز می باشد. در عرفیت می گویند که زن صاحب معرفت و باعفت گوهر و زن هنرمند و کدبانوی سرشتکار گنجینه است. به این معنی مادران و بانوان خزینه بی‌بهای می باشند که تمام مهر و محبت و عمر عزیز خود را در راه تربیت فرزندان سالم و صالح، با سواد و صاحب معرفت، خوش اخلاق و با ادب به حیات مستقلانه آماده نمودن آنها و سرشته روزگار صرف می سازد.
مادر تمام عمر خودش با فرزند تربیه فرزند میباشد، برای خودش زندگی نمیکنه. آرزوی هر زن در زندگی همین است که فرزند به دنیا آوردن و مادر شدن نصیبش کردن. یعنی مادر موجود است که آفرنده است، فرزند می آفرد، یعنی انسان می آفرد. برای طفل نوزاد خود که هنوز یک موجود ناتوان است 18-19 سال زحمت کشیده او را به یک انسان نیرومند و توانا تبدیل می دهد و تا زنده است حاضر است که هستی خویش را فدای فرزندش سازد. محض به همین خاطر است که مادر را فرشته مهر، آلیه پاکی و موجود مقدس می نامند. یکی از شخصیت های برجسته علم جهانی آلبرت اینشتین گفته است که تنها محبت مادر به فرزندش محبت حقیقی و بی‌غرض می باشد. همین است که بزرگان گذشته جایگاه معنوی بیشت را در زیر قدم‌های مادران دانستند، یعنی احترام مادر و خدمت به او راه به سوی خوشبختی و بهشت است. از رسول اکرم حدیث است که جوان نزد او می آید و ابراز می دارد که گناه کرده است و چی باید کند که گناهش بخشیده شود. پیامبر با او می گوید مادر داری؟ می گوید نه. خواهر داری؟ می گوید ندارم. می گوید پس برو نزد زن همسایه، اگر او تو را ببخشد پس خداوند نیز خواهد بخشید. طوری از این حدیث رسول خدا می بینیم قدر و منزلت زن مادر در دین مبین اسلام جایگاهی بسا بلند و معتبر دارد. چون که تمام نابغه ها و بزرگان علم و عرفان، سیاستمداران و اربابان دولتی و شخصیت های برجسته تاریخ بشر از جمله پیغمبر اسلام حضرت محمد و پیروان او را مادر به دنیا آورده و به کمال رسانیده است. در دنیا همه شاه و سرلشکرهای و دانشمندان و عالمان و مولوی های و همه کی آفریده است؟ مادر. نقش زن مادر تاجیک در تربیت فرزندان صاحب معرفت صاحب کسب، رشد معنوی عائله و جامعه، اینچنین صلح و ثبات، وحدت ملی و آبادی و پیشرفت دولت تاجیکان بسیار ارزشمند می باشد. من نقش مادران و بانوان تاجیک را از آغاز فعالیت سیاسی خود تا امروز به نهایت بلند ارزیابی می نمایم.
زیرا آنها از روزهای اول سیاست پیشگرفته رهبر دولت را در برقرارسازی صلح سرجم نمودن مردم تاجیک، حفظ استقلال و آزادی و دیگر مسئله های دولتداری نه فقط صمیمانه دستگیری نمودند، بلکه برای عملی گردیدن هدفهای دولت تازه استقلال تاجیکان کمک و سعی و تلاش‌های زیاد کردند. من تنها برای شما دو مثال میارم، چیزی که با شده از سر گذشت. سالهای 90 جنگ شهروندی در ناحیه روشان ولایت مختار کوهستانی بدخشان، وقتی من از شهرباغ برآمدم به نزد مردم مرکزی ناحیه روان بودم. مخالفان بودند، در همه جا بودند. ماشین ما را احاطه کردند، در اون تریزه دیگر چیزاش زده شکستند. خواستم من گردم، رفتم نه، من نزد مردم از رام نمیگردم، میرم. بیایید گپا داره، سوال داره، در آن ملاقات من با شما صحبت. وقتی که ملاقات کردم بعد یک چند ساعت هزارها نفر بودن مردم، زن اومد. وقتی برگشتم که به چرخباغ باز سفرم ادامه دادم، از سه طرف راه با ما آتش شدن. پلیمیات، автомат، دیگر جای رفتن نیست. همین را دیده بانوا زنهای همین ناحیه مرکزی که در جمع آمد بودند، همه یک جایه دست خالی رفته همین جنایتکارا را یراق اسلحه‌شان را گرفته پیش راه شدن. من گذشته رفتم. در سال جنگ های شدید شهروندی از یک خانه، از یک عائله، یک مادر تاجیک 4 نفر فرزندش به هلاکت رسید. 4 نفر از ناحیه فرخار از شهر دوشنبه بودند. بسیار جنگ های شدید بودند. و پدر و مادر از ناحیه فرخار که جسد را بردن، پدرش گفت که مادرش خب فرزندام است، اگر این کار ایستادگری نمی کردن حالا ما در همین خانه ما زنده نبودیم، ما خودمان میریم هم به جای فرزندامان وطنمان محافظت میکنیم. یعنی مادر هم به واسطه خودش و چنین فرزندا را تربیت کرده است که برای برقرار کردن حاکمیت که انسانی جانبازی ها کرد. زنان و بانوان معاصر تاجیک از نسل زنان قهرمان و وطندوست آریایی می باشند و آزادی و عزت و عفت اجدادی خود را در شرایط و روزگار نو حفظ کردند. زنی که باسواد و صاحب معرفت و صاحب هنر می باشد، علاوه به تربیت فرزند در پیشبرد هدفهای دولت، آبادی وطن و روند سازندگی فعالانه شرکت می‌ورزد و در اعمار جامعه دموکراتیک دنیوی و آزاد و پیشرفته سهمی ارزشمند می‌گذارد. این سهم را به واسطه در زمانی که زندگی و کار و فعالیتش و بعداً به واسطه فرزندانش که آنها را همچون نسل باسواد و دانشمند و صاحب کسب و هنر به کمال رسانیده است می‌گذارد. با در نظر داشت نقش آفرینده و سازنده زنان و مادران و بانوان و دختران گرامی، دولت و حکومت مملکت هنوز از آغاز دوران صاحب استقلالی مسئله بلند برداشتن مقام آنها را در جامعه از جمله سمت‌های افضلیت‌ناک فعالیت خود اعلام نمود. همه شما حاضرین گرامی خوب می‌دانید که مسئله بلند برداشتن مقام زنان در جامعه و با شغل پرمسئول فرا گرفتن آنها
در ملاقات و واقعی‌ها، پیام‌ها و دیگر سخنرانی‌های راهبر دولت همیشه تاکید کرده می‌شود. فعالیت پرثمر زنان و بانوان به حیث اعضای حکومت، وکیلان مقام عالی قانونگذار، راهبران ساختارهای نزد پرزیدنت و حکومت مملکت، خدمتچیان دولتی مقامات مرکزی و محلی، ساحه بانکداری و صاحبکاران موفق روشن گواهی می‌دهند که سیاست دولت تاجیکستان در سمت دستگیری زنان و غمخواری نسبت به آنها ثمره‌های نیک به بار آورده ایستاده است. چند روز پیش در کشور انتخابات وکیلان با مجلس نمایندگان، یعنی مقام عالی قانونگذار مملکت و مجلس‌های محلی در فضای آرام و آسوده برگزار گردید. در این چهارمین مهم سیاسی مادران و زنان و بانوان و دختران عزیز فعالانه اشتراک کردند که به همه آنها سپاس و منتداری بیان می‌نمایم. قابل ذکر است که 18 نفر زنان و بانوان همچون وکیل مجلس نمایندگان و 747 نفر به مجلس‌های محلی انتخاب شدند که نسبت به انتخابات گذشته زیاد و باعث افتخار می باشد. یعنی در مجلس نمایندگان 4 نفر وکیلان از حساب زنان نسبت به سالهای قبلی زیاد. حکومت مملکت با در نظر داشت سهم مؤثر زنان و بانوان در حیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دولت و جامعه مسئله تامین نمودن حقوق و منفعت‌های زنان و مادران را در محور سیاست خود قرار داده است. ما به مسئله منتظم بهتر گردانیدن وضع اجتماعی زنان و بانوان توجه خاصه می‌دهیم و تشبس‌های سازنده آنها را پیوسته دستگیری کرده برای عملی گردیدن اقدام‌های نیک و نجیبشان شرایط و امکانات‌های مساعد مهیا می‌نماید. از جمله طبق وظیفه‌های در پیام‌های راهبر دولت گذاشته شده، تنها در 4 سال آخر 4 سند مهم قبول کرده شد که حالا عملی گردیده ایستاده است. هدف اساسی سندهای ذکر شده فراهم آوردن شرایط و امکانات‌های ضروری برای استفاده پوره قابلیت زنان در همه ساحه‌های اقتصاد ملی، بلند برداشتن معرفت عائله‌داری، مساعدت به پایداری عائله و به این وسیله تامین نمودن رشد استوار جامعه میباشد. حکومت مملکت با مقصد عملی نمودن هدف‌های استراتژی ملی رشد برای دوره تا سال 2030، یعنی از حساب زنان و دختران بالیاقت تا به 30% رسانیدن شماره خدمتچیان دولتی و تا به 25% رسانیدن شماره کادرهای راهبری کننده تدبیرهای ضروری اندیشیده ایستاده است. امروز با افتخار و قناعتمندی می توانیم اظهار نماییم که زنان تاجیک در برابر سیاستمدار، وکیل، آموزگار و طبیب، مهندس و انرژتیک و ورزشگر بودنشان همچون عالم و اختراعکار، هنرمند و ایجادکار، خواجگیدار و صاحبکار و خدمتچی حربی و کارمند مقامات حفظ حقوق شناخته شدند. تنها در سالهای 2020 و 2024 در نتیجه دستگیری‌های بی‌واسطه حکومت مملکت 121 نفر بانوان و زنان بالیاقت به وظیفه‌های راهبری کننده تعیین گردیدند. با وجود این به اگنتی خدمت دولتی نزد پرزیدنت، کمیته کار با زنان و عائله، وزارت اداره‌ها، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی و تشکیلات و مؤسسات صرف نظر از شکل مالکیت آنها سپارش داده می شود که جهت باز هم بیشتر
به وظیفه‌های راهبری کننده آماده و پیشبری کردن بانوان و دختران با استعداد و صاحب کسب چاره‌جویی نمایند. حاضرین گرامی، در پیام نوبتی خود اظهار نمودم که ما به عزم اراده و مسئولیت شناسی بانوان و دختران تاجیک، یعنی این نیروی بزرگ جامعه، اعتماد کامل داریم و آنها را همه جانبه دستگیری می‌نماییم. زنان و دختران نصف اهالی تاجیکستان را تشکیل می‌دهند و در حقیقت قوه بزرگ اعمار جامعه آزاد و پیشرفته در مملکت میباشد. حالا در کشور 25% خدمتچیان دولتی، 73% کارمندان ساحه معارف، 71% کارمندان ساحه طب، 47% کارمندان ساحه فرهنگ، 37% عالمان و 30% صاحبکاران را زنان تشکیل می‌دهند. سال به سال شماره زیاد شده ایستاده است. من فکر میکنم این روند بسیار مثبت است. من به یاد آوردم سالهایی که من خواننده بودم، خواننده مکتب، سال 68-69. در مکتب ما همگی 3 نفر معلم بودند. دیرکتور مؤسسه بودند. به نزدیکی یک چند سال پیش در شهرشان به وفات کرد. بعدا یک معلم زبان روسی، یک کتابخانه دار، تمام بانوان خیلی کم بودند. در خارجگی خواستم که از شب جوانان برای تربیت متخصص تیار کردن. مانع اساسی را پدر و مادر را ایجاد میکنند. خرافات. انا که عصری نو همه این چیزها را نیست میکند. دیگر با خرافات زندگی کردن، پیشرفتن، رشد کردن، ترقی کردن نمیشود. حتی زندگی کردن نمیشود. درست نمیمانید. تابع دیگر کشور رو میشوید. من از شهر نویا دیدن میکنم، بعضا مؤسسه‌های تعلیمی در راهبراش از حساب بانوها است و قریب 80 90 بعضا 100% آموزگاران از حساب بانوها است. ما تعلیق کردن میبریم، ختم کنندگان هر سال 40 نفر 30 نفر خب 50 نفر از همین مؤسسه‌های تعلیمی و دانشگاه و دانشگاه‌های عالی، چی در خارج و چی در داخل مملکت 100% داخل میشوند. این همین طور است. امروز هزاران نفر زنان و بانوان تاجیک در صف قوه‌های مسلح و مقامات حفظی خود صادقانه خدمت کرده ایستاده‌اند. بعضا جوانان گریخته میرن که من خدمت نکنم. عقل داره یا پدر و مادر عقل داره؟ کجا گریخته میروی؟ وطن یکی است. مادری تو را کی حمایت میکنه؟ کی؟ خواهری تو را، فرزندی تو را کی؟ بانو رفته نترسیده خدمت کرده ایستاده. شماره عمومی کارمندان نظام بانکی کشور حالا 21,000 نفر می باشد که 8,500 نفر یا 41% آنها را زنان تشکیل میدهند. من سپارش میدهم که 60-70% کارمندان سیستم بانکی را باید بانوان تشکیل کنند. از 362,000 نفر صاحبکاران انفرادی 110,000 نفر را زنان تشکیل میدهند که نسبت به سال گذشته بیش از 18,000 نفر زیاد می باشد. از 180,000 نفر راهبران خواجگی‌های دهقانی 53,000 نفر آنها را زنان تشکیل میدهند. در رابطه با این خاطر نشان می‌نمایم که جدا نمودن قرض‌های امتیازناک و گرانت‌ها یکی از وسیله‌های بلند برداشتن امکانیت‌های اقتصادی زنان و عائله‌ها به حساب می‌رود و ما با این مسئله اعتبار دائمی و جدی می‌دهیم.
طی 10 سال اخیر، یعنی سالهای 2015 و 2024 برای دستگیری صاحبکاری زنان از جانب تشکیلات‌های قرضی مملکت 27 میلیارد سامانی قرض داده شده است که بیش از 6 میلیارد سامانی آن تنها به سال 2024 راست می‌آید. علاوه بر این، در این دوره برای دستگیری فعالیت صاحبکاری زنان 24 میلیون سامانی گرانت‌های پرزیدنتی جدا کرده شدند. جهتی هرچی بیشتر به شغل فرا گرفتن و دستگیری می‌باید فعالیت صاحبکاری و هنرمندی زنان و بانوان، جلب و هوسمندگردانی همه جانبه آنها به استحصال محصولات هنرهای مردمی و کاسبی سپارش می‌دهم که از سال 2025 حجم گرانت‌های پرزیدنتی 3 برابر زیاد کرده و 15 میلیون سامانی رسانیده شود. تحلیل لایحه‌های از جانب زنان و بانوان تاجیک عملی گردیده نشان می‌دهد که آنها در سمت تأسیس کارگاه‌های خرد، احیا و رشد هنرهای ملی ملکه بلند و تجربه زیاد دارند. همچنین حصه زنان و بانوان صاحبکار در بنیاد کردن و برای ماندن فعالیت مرکزهای خدمت‌رسانی و تجارتی، انشاءات استحصالی و اجتماعی و در این زمینه تأسیس دادن جایهای نوی کاری تا رفع نظر گردیده ایستاده است. یعنی امروز ساحه‌ای نیست که زنان و بانوان در آن فعالیت نداشته باشند. آنها وزین‌ترین کارها را به دوش می‌گیرند و حتی در بنیاد انشاءات تقدیرساز عصر، نیروگاه برقی آبی راغون، حالا بیش از 1000 نفر زنان برابر مردان زحمت کشیده ایستادند. یک تماشا برویم، یک برویم ببینید، خودتان گروه ها شوید روید ببینید که در چگونه شرایط، نه اینکه زنان، جوان مردان 99% متقاعس های تاجیک هستند. ببینیدتون در حیرت میمانید که این چیست. یا اینکه نیروگاه نارک روید، خود نیروگاه را بینید، بانو دختران تاجیک شدگی اداره کرده ایستادند. دختران تاجیک خواندن، تحصیل کردن، معاش بلند میگیرند. اساساً نیروی برخی ما از نارک. نه ترس، نه واهمه، نه کل چیز دیگر. در رابطه با این سخنهای یکی از سیاستمداران تاثیرگذار دنیا، مهاتما گاندی، به خاطر میرسد که گفته است جایگاه زن تنها در خانه نیست و میتواند جهان را تغییر دهد. بید یک جایه دولت خودمان آباد کنیم، نمی رسم و آیین‌های ملی، سر و لباس ملی. اگر کلی بانوان و مردم ما با سر و لباس‌های ملی رو آوریم و باور کنیم، هر وقت زمان، هر یک لباس وقت زمانی خودش دارد. این هم مدنیت است، این هم آداب است. این قدیمه بودن ملت را نشان میده. تاریخ و تمدن فرهنگ باستانی ملت را نشان میده. چرا ما بیگانه پرستی کنیم؟ زیاده روی نکنید آن. من میفهمم، میدانم هستن بعضا صاحب کارا را، منصب دار را آلاشان نمیدانم که این چی عنوان میداده باشد. این یک ظاهر پرستی است، خود را از دیگران بالا گذاشتن است. هیچ سودی نداره، معنی نداره. از اون زیاده روی کردن، فرزند دارین، نویره دارین، همون مبلغ برای بهتر شدن شرایط زندگی همونا روان کنید. انا همین آزادی که دولت و حکومت برای شما مهیا کرده است، انا همین آزادی را مثل گهواره که چشم ایجاد کردن. دیگر که
آنها بعضا تقلید به لباسهای بیگانه میکنند، بیشترش بی‌معرفت است. نمیداند تاریخ ملت تاجیک، فرهنگ ملت تاجیک چی است. نمیداند بیشترش و زیاده روی میکنند. زندگی خودتان، فرزنداتان را بهتر کنید، عمری با برکت بینید، سلامتیتان را نگاه دارید. برای چی؟ برای دیگران میکنید. حاضرین گرامی، حل مسائل اجتماعی یعنی ساحه‌های علم و معارف و تندرستی و جلب هرچی بیشتری بانوان و دختران به این سمت همیشه در محور سیاست دولت و حکومت مملکت قرار دارد. حالا در مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی، میانه و عالی کسبی از جمله در خارج کشور ده‌ها هزار نفر دخترانی با استعداد ما به تحصیل فرا گرفته شدند. تکراراً ابراز می‌دارم که امروزها در 42 دولت دنیا 42,315 نفر جوانان با استعداد ما تحصیل میکنند که بیش از 13,000 نفر یا 30% آنها را دختران تشکیل میدهند. تنها در 10 سال اخیر 11,000 نفر دختران مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی را با کوتای پرزیدنتی ختم کردند. طبق معلومات آماری سال 1989 یعنی در 70 سال نظام گذشته در تاجیکستان همگی 66,000 نفر زنان و بانوان صاحب معلومات عالی بودند. در زمان صاحب استقلالی بیش از 256,000 نفر دختران بعد ختم مؤسسه‌های تحصیلات عالی صاحب معلومات عالی و کسب و هنر گردیدند. یعنی شماره دختران و بانوان صاحب معلومات عالی نسبت به دوره قبل از استقلال قریب 4 برابر افزوده است. حالا با 100,000 نفر دختران در مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی مملکت و 13,000 نفر در کشورهای خارجی با آموختن علم و دانش و کسب و هنر مشغولند. قابل ذکر است که تشبس‌های حکومت مملکت با افزایش شماره متخصصان معلومات عالی‌دار از حساب دختران نایای دوردست کشور تکان جدی بخشیدند. از آغاز تأسیس کوتای پرزیدنتی زیاده از 14,000 نفر دختران با استعداد ما بخصوص از نایای دوردست مؤسسه‌های تحصیلات عالی کشور را با استفاده از این امکانیت ختم کرده حالا در ساحه‌های گوناگون به نفع دولت و جامعه فعالیت دارند. در زمان صاحب استقلالی بیش از 680,000 نفر دختران و بانوان همه زینه‌های تحصیلاتی کسبی را ختم کرده صاحب کسب و هنر گردیدند. طور شما می‌دانید ما هر سال در بین خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، میانه و ابتدایی کسبی برای صاحب شدن به استیپندیای پرزیدنتی مملکت آزمون دایر میکنیم که دختران برنده قسم زیادی آن میشوند. مثلا نتیجه آزمون برای سال تحصیل 2024 و 2025 نشان داد که از 3,000 نفری که برنده استیپندیای پرزیدنتی شدند 1,860 نفر یا 62% را دخترانی که تنها با بهای اعلا تحصیل میکنند تشکیل دادند. علاوه بر این برای دستگیری و هوسمند نمودن دانشجو دختران استیپندیای پرزیدنتی، استیپندیای نامی، استیپندیای کمیته کار با زنان و عائله، دیگر مقامات مرکزی، رهبران ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها تأسیس داده شدند. نتیجه چنین دستگیری و غمخوری‌های دولت و حکومت است که حالا در مؤسسه‌های ساحه معارف از حساب زنان 11 اکادمیک، 84 پروفسور، 131 دکتر علم، 1000 نامزد علم و 608 دوسنت فعالیت دارد. در اکادمی ملی علم‌ها
743 نفر زنان و بانوان فعالیت دارند که 80 نفر آنها کادرهای رهبری کننده، 2 نفر اکادمیک، 3 نفر عضو وابسته، 33 نفر دکتر علم، 109 نفر نامزد علم، 104 نفر دکتر از روی اختصاص و 294 نفر ماجستر می باشد. در 5 سال آخر شماره اختراعکاران از حساب زنان به 210 نفر رسیده، از جمله 5 نفر با اختراعات نادر خود در سطح بین المللی سزاوار شاهجایزه و مدال طلا، 10 نفر صاحب مدال نقره و 1 نفر سزاوار مدال برنجی گردیدند. آفرین. امروز زنان و بانوان کارمندان اکادمی ملی علم‌ها در ساحه‌های فیزیک یادرا، متماتیک نظریوی و عملی، خیمیا از جمله خیمیای یادرا، بیولوژیا و انسانولوژیا، اینچنین علم‌های گومانیتاری و جامعه شناسی فعالیت پرثمر دارند. اشتراک فعالانه بانوان و دختران در آزمون‌های جمهوری از جمله تاجیکستان وطن عزیز من فروغ صبح دانایی کتاب است، علم فروغ معرفت و تاجیکان در آینه تاریخ قابل تحسین می باشد. یک نکته بسیار مهم را در این سهم می خواهم مخصوص تاکید نمایم که در بین نورسان و جوانان ما خصوصاً دختران که مناسبت جدی مادران و بانوان ما را در مسئله کتابخوانی فرزندان نشان می‌دهد، استعدادهای نادر به وایه رسیده ایستادند که ما باید با آنها همه طرفه غمخواری کنیم، کمک رسانیم و همه جانبه هوسمند گردانیم. خاطر نشان می‌نمایم که با سپارش رهبر دولت از سال جاری سر کرده مبلغ جایزه های آزمون های جمهوری 2 برابر زیاد کرده شد. مبلغ آزمون های جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است، تاجیکستان وطن عزیز من و علم فروغ معرفت که سالهای گذشته 12,440,000 سامانی را تشکیل میکرد، در سال 2025 23,570,000 سامانی پیش بینی گردید. مبلغ هوسمندگردانی برای صاحبان شاهجایزه تاجیکستان وطن عزیز من که 50,000 سامانی را تشکیل میداد و 100,000 سامانی، شاهجایزه آزمون علم فروغ معرفت از 50,000 سامانی به 140,000 سامانی و شاهجایزه فروغ صبح دانایی کتاب است برای هر یک نفر از 70,000 سامانی به 140,000 سامانی برابر کرده شد. این همه تنها برای نورسان و جوانان نیست، برای همه است. آموزگاران هر کسی هست، کلان سالان، مرحمت. 140,000 خونه در خانه، در کتابخانه خونه هم صاحب شورناکی واسه میشید. دانش و ملکه سخندانی تانم بهتر و خوبتر میشه. هم صاحب مبلغ، هم صاحب عزت احترام و آب و رو. ولی دیده ایستاده کدام که شاه جایزه یا که حتی در تاجیکستان وطن عزیز من سپارش داده گیم غالبای آزمون در معرکه ما دعوت میکنیم. همین روز برای شما مخصوص من سپارش دادم، همه آنهایی که در نزد شما شعرخوانی میکنن، هنرنمایی میکنن، همشان غالبان آزمونن، همشان خودساله هم. امیدوارم که در آزمون‌های نوبتی سهم و اشتراک بانوان و دختران عزیز ما باز هم نظررس می‌گردد و مادران استعدادهای نورس و جوان
یعنی فرزندان خود را در رویه آموزش علم دانش و خویشتن شناسی تربیت کرده برای پیشرفت آینده علم و فرهنگ تاجیک نقش ارزشمند می‌گذارند. یادآور باید شد که کلان سالان بخصوص پدر و مادران نیز باید پیوسته کتاب خوانند، جهان معنوی خود را غنی گردانند، دانش و جهانبینی خویش را برای تربیت درست فرزندان استفاده برند و با همین راه در سایه معرفت گردیدن فرزندان سهم گذارند. زیرا شما خوب می‌دانید که نمونه شخصی پدر و مادر در تشکل شخصیت کودکان و نورسان نقش نظررس دارد. منفیت کتابخوانی قبل از همه در آن است که شعور و جهانبینی شخص را وسیع می‌گرداند و او را سخنور و دانشمند می‌سازد. بسیار مهم است. حتی آنهایی که تنها و دیگر هم باشد که اثرهای بدیعی خوانید. رفیقتان کتاب می‌شود. هر فکرها از خیالتان برآمده می‌رود. برعکس بسیار چیزها را فهمیده می‌گیرید. مخصوصاً شاهنامه را خوانید. بسیار باید تربیوی دارد خوانید. امروز اولین نسخه نشر پوره شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی در روز جشن مادران و بانوان به شما تقدیم گردید. تقدیم کردن این شاه اثر جاودانی بر شما بی سبب نیست. مادر تاجیک در طول تاریخ چندین هزار ساله ملت هزاران نفر رادمردان، نابغه ها و شخصیت های برجسته علم و ادب و قهرمانان و پهلوانان را به دنیا آورده و به کمال رسانیده است. امام اعظم کی است؟ امام اعظم که 65% مسلمانان دنیا در آن همین مذهب هستند. مذهب حنفی. تاجیک. مولانا نه که برای یک ملت تاجیک ایجادیات اون برای کل بشریت است. اگر مولانا را گرفته خوانتان گویا که برای امروز ایجاد کرده است. شعر میخونه گویا که این برای همین شرایط امروز است. یا که ابو عبدالله رودکی یا که ابو علی ابن سینا چقدر تواضع کردند. من باوری کامل دارم که باز شرایط زمان حاضره در عالم و دانشمندا و کیهانوردان زیادی به دنیا میان. در ادبیات غناوتمند ما بیتی مشهوری است که میگوید هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند. حاضرین ارجمند، تحلیل 5 سال آخر نشان می‌دهد که داخل شوی دکتران با مؤسسه‌های تحصیلات عالی و میانه کسبی سال به سال افزودگی ساده است. اگر سال 2018 این نشان دهنده 36% را تشکیل داده باشد، سال 2023 به 47% رسیده است. این نشان دهنده ها خوبند ولی ضرور است که برای باز هم بیشتر به تحصیل و کسب آموزی جلب نمودن دکتران تدبیرهای علاوگی اندیشیده شود. از جمله وزارت معارف و علم را ضرور است که در همکاری با وزارت و اداره‌های دخلدار جهت بزینه ماجستراتور به طور رایگان قبول نمودن دکتران چاره‌جویی نمود. علاوه بر این به دکترانی که مؤسسه‌های تحصیلات عالی را
با کوتای پرزیدنتی و دیپلم اعلا ختم میکنند امکانیت داده شود که تحصیل خود را در زینه‌های ماجستراتورا و دکتراتورا از روی اختصاص ادامه دهند. ما وظیفت داریم که برای صاحب علم و دانش و کسب و هنر گردیدن فرزندانمان و مخصوصا دختران تمام شرایط و امکانیت را مهیا سازیم تا آنها در زندگی مستقلانه خود اذیت نکشند و محتاج دیگران نشوند. یعنی در همین مرحله جهانی شوی ما شما رو آوریم به علم و معارف و تربیه فرزندان. فراموش نباید کرد که در زمان پیشرفت انقلابی علم و تکنیک و تکنولوژی ها از جمله ذهن صنعی تنها دولت های می توانند رشد کنند و در عرصه بین المللی صاحب مقام و نفوذ بلند گردند که ملتی باسواد و تحصیل کرده دانشمند و هنرمند داشته از لحاظ علمی و تکنیکی و تکنولوژی پیشرفته باشد. یعنی ما برای همقدم زمان پیشرفته شدن باید نسل‌های باسواد و دانشمند صاحب معرفت و زباندان و دارای جامعی وسیع را تربیت کرده به کمال رسانیم. در عصر نو که زمان سواد و دانش علم و تکنیک و تکنولوژی ها می باشد دیگر با روایت سازی و افسانه بافی مردم را فریب دادن و پیشرفت دولت و جامعه را تأمین کردن امکان ندارد. ما هر سال در همه زینه‌های تحصیلات عالی، میانه و ابتدایی کسبی، همچنین مؤسسه‌های وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی به حساب میانه 130,000 نفر ساکنان کشور از جمله بیش از 60,000 نفر بانوان و دختران را صاحب کسب می نماییم که در شرایط امروزه قانع کننده نیست. ضرور است که در سمت جلب باز هم بیشتر ساکنان و مخصوصاً بانوان و دختران با کسب و هنر آموزی تدبیرهای علاوه‌ای اندیشیده شد. وابسته به این بار دیگر ابراز می‌دارم که ما برای علم و دانش آموزی دختران و بانوان در آینده نیز تمام تدبیرهای ضروری را عملی می‌گردانیم و فراموش نمی‌کنیم که طبق حدیث پیغمبر اسلام طبق حدیث پیغمبر اسلام طلب علم به هر مرد و زن مسلمان فرض است. تنها آموختن علم و دانش به انسان امکانیت می‌دهد که گرفتار خرافات و جهالت نگردد. شخصی که صاحب معرفت است، علم و دانش کسب و هنر دارد و زبانهای خارجی را می‌داند هرگز خرد نمی‌شود و به کدام گوشه دنیا نرود رزق روزی خود را می‌یابد، زیرا دانش و هنر سرحد ندارد. حاضرین گرامی، مسئله سالمی زنان و مادران در مرکز توجه حکومت مملکت قرار دارد. با در نظر داشت اهمیت این مسئله تا امروز ده‌ها سند معیاری حقوقی از جمله استراتژی و برنامه‌های ساحه تندرستی و نقشه‌های ملی قبول گردیدند که هدف آنها حفظ سالمی زنان و مادران و کودکان میباشد. از جانب حکومت مملکت سال 2023 قبول گردیدن استراتژی رشد حفظ اجتماعی اهالی برای دوره تا سال 2040 و برنامه مجموعی دولتی تیار نمودن کادرهای نظامی حفظ اجتماعی اهالی برای دوره تا سال 2030 به حل مشکلات و مسائل جای داشته مساعدت می‌نمایند. در زمان صاحب استقلالی
با در نظر داشت اهمیت نهادی oila در تشکل جامعه سالم و پیشرفت دولت، اینچنین حفظ ارزش‌های فرهنگ ملی، پرینسیپ‌های حمایه دولتی oila همچون اساس تشکل جمعیت و عملی شوی حقوق هر شخص و تشکیل oila اعتبار انسانی کسب نمود و به صفت یکی از سمت‌های افضلیتناک سیاست دولت اعتراف کرد. با مقصد بلند برداشتن معرفت عائله‌داری جوانان، فن معرفت عائله‌داری همچون درس اساسی تعلیمی و فن آداب معاشرت و روزگارداری به صفت درس علاوگی تربیوی به برنامه‌های تعلیم وارد کرده شدند. این کمک به پدر و مادرها. لیکن من بسیار عائله‌های را می‌دانم که همین یک خطاگی پدر و مادرها در همین است. در وقتی سر دسترخوان شدن در عائله کودکان را علاهیده خوراک می‌دهند. این کار کردن در کار نیست. کودک هم همچون اعضای همین عائله در سر دسترخوان باید باشد. چگونه خوراک می‌خورد، چگونه دسترخوان را آراستند، چگونه معاشرت می‌کنند. وقتی پدر و مادر که در تربیت فرزند حصه گذار نیست، بعضا چیزهای تلختر هم دارد. پیش از همه کودک تربیت می‌یابد، خلق و آداب و رفتارش از عائله سر می‌شود. پدر و مادر چیزی کند، فرزند می‌تواند از او بدتر کند اگر چیزی بد باشد. جنگ و جدال و کشمکش و خرخشه و بحث و مناظره در نزد فرزندان کردن در کار نیست. در روند عملی گردیدن تدبیرهای ذکر گردیده ضرور است که با مسائل وابسته به حفظ ارزش‌های عنعنوی عائله تاجیک و استواری آن، تربیت درست نوجوانان و جوانان و پیشگیری کردن حقوق ویرانکنی و جنایتکاری در بین آنها، اینچنین آموختن علم و دانش و کسب هنر، از خودکنی زبان‌های خارجی و تکنولوژی اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی باید اعتبار جدی و دائمی داده شود. مسئله تامین نمودن حقوق و آزادی زنان در زمان معاصر یک سمت مهم فعالیت دولت صاحب اصلاح و دموکراسی و حقوق بنیاد به شمار می‌رود. علاوه بر تدبیرهای زیادی در این سمت عملی گردیده، توسط قانونگذار عائله معاینه طبی ازدواج کنندگان جاری کرده شد که با تشکل عائله سالم، پایداری و خوشبختی عائله‌ها و پیشگیری کردن پنهانشوی بیماری‌های سرایت کننده مساعدت می‌نماید. همچنین در کودکس عائله جمهوری تاجیکستان با مقصد پیشگیری نمودن تولد کودکان معیوب از نیکای خویشاوندان نزدیک، بستن عقد نیکا بین خویشاوندان نزدیک و شخصانی که از معاینه طبی حتمی نگذاشتند منع کرده شد. حالا در کشور قریب 4000 نفر کودکان از نیکای خویش تباری معیوب تولد شده به قید گرفته شدند. از خویش تبارو نزدیک معیوب تولد شده است. برای پدر و مادر از فرزند فقط سلامتی و خوشبختی فرزند را تحفه بهترین می‌کنند. دیگر هیچ. باور دارم که مادران و زنان ارجمند ما در سمت رعایت مقررات ذکر گردیده قانون پیشرفت و تشبثکار خواهند. زیرا با خوشبختی فرزندان و پایداری عائله‌های جوان، مادران از همه بیشتر منفعت‌دار و مسئول می‌باشند. برای والدین بخصوص مادران چیز از همه مهم چه است؟ البته سالم بودن فرزندان و خوشبختی عائلوی آنها. و دولت نیز ملت سالم در کار است. همچنین خاطرشان می‌سازم که در مسئله پایداری عائله پیش از همه پدر و مادران مسئولیت دارند.
شما بانوان و خواهران گرامی خوب می‌دانید که من در ملاقات و سخنرانی‌های خود به زندگی مستقلانه آماده کردن فرزندان هم پسران و هم دختران را دائم خاطر نشان می‌نمایم. فرزند به زندگی مستقلانه باید از هر لحاظ آماده باشد و قدر زحمت پدر و مادر را خود را داند در چگونه شرایط او را تربیت کرده است. تلفن‌های موبیلی صورت هم میگیرند. در دوره همون خوردیشان رستشان بگیرید. در یک جامان کلان کشید تیرشان که گاه بیند از کجا آمده است، چه خیل، کی بود. فکر میکنند همه خیل با دنیا آمدند تمام و فکر دیگرشان اون است که اونا ابدا در همین دنیا همین خیل میستند. حیاتی که نیست. حاضرین گرامی، مادران و بانوان تاجیک در مشکل ترین روزهای تاریخ دولت و خلق تاجیکستان و در سنگین ترین لحظه های حیات مردم کشور با صبر و تمکین و وطن دوستی و صداقت تکیهگاهی با اعتماد بودند و هستند. دولت و حکومت مملکت از آغاز دوران صاحب استقلالی تا امروز زنان و بانوان را نیروی بزرگ عملی سازنده هدف و نقشه های خود در جاده پیشرفت و آبادی وطن میشمارد. با اعتماد کامل ابراز می‌دارم که مادران و بانوان محترم ما منبع نیست در تعلیم و تربیت فرزندان خوش اخلاق و صاحب معرفت، تطبیق طلبات و مقررات قانون‌های ملی، درباره تنظیم جشن و مراسم و درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک سهمی ارزشمندی خود را می‌گذارند. در این روند پیشگیری کردن بیگانه پرستی از جمله در مسئله سر و لباس و رسم و آیین‌های برای مردم ما بیگانه، سعی و تلاش باز هم بیشتر به خاطر تحکیم صلح و ثبات در جامعه، پیشرفت دولت و آبادی وطن از جمله وظیفه‌های مهمی بانوان و زنان گرامی ما میباشد. ما باید از استقلال و آزادی که داریم ناشکری نکنیم. روندهای جهانی شوی و قدرت‌های جهانی به استقلال و آزادی زبان، فرهنگ و سنت و عنعنه‌های مردمان کشورهای دنیا تهدیدی واقعی ایجاد کرده ایستاده‌اند. دولت‌ها از بین رفته ساکنان بعضی منطقه‌های عالم را از وطن تاریخی آنها بیرون کرده ایستادند. این مسئله بسیار جدی است و آن را نباید نادیده گرفت. شما مادران و بانوان عزیز و دختران و خواهران مهربان خوب مشاهده میکنید که در نتیجه به گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی شامل گردیدن بعضی جوانان ناآگاه چقدر عائله‌ها پریشان، زنان و فرزندان آواره و سرگردان و پدر و مادران آنها در نزد جامعه سرخم گردیدند. آنها با عملهای ننگین خود اینچنین به شأن و اعتبار ملت تاجیک و دولت تاجیکان اسناد آوردند. حالم آورده ایستادند. شما می توانید در امر پیشگیری کردن چنین روند نامطلوب و ننگاور سهم ارزشمندی مادرانه خود را گذارید. لباس‌های زیبا و شنو ملی خودمان را که در همه دور زمان‌ها زینت بخش زنان و مادران تاجیک بودند و افاده کننده حیثیت و عفت آنها محسوب می‌یافتند ترک نکنید. بخصوص در فصل بهار از همین روزها سر کرده خرد و بزرگ لباس ملی ببر کنید و افتخار داشته باشید که اطلس و ادرس و چکن تاجیکی ما جهانی شده است.
مردم آریایی تبار تاریخاً آریایی تبار بسیار مردم زیبا هستند، لیکن این زیبایی را باز در همان لباس اگر ملی باشد باز دهشت میکنند. ما به نقش مادران و زنان در رشد جامعه، پیشرفت دولت، آبادی وطن، بنیاد عائله سالم و خوشبخت، تربیت فرزندان صالح و افزایش شأن و اعتبار هر یک خاندان تاجیک همیشه عرض می‌گذاریم و خدمت‌های تاریخی آنها را دائم گرامی می‌داریم. ما به هنر و استعداد، کوشش و غیرت، قابلیت تشکیلاتچی و مهارت و کاردانی مادران و بانوان عزیزمان تحسین می‌خوانیم و باور داریم که آنها در آینده در تطبیق سیاست دولت و حکومت مملکت، پیشرفت جامعه و آبادی وطن محبوبمان سهمی باز هم بیشتر می‌گذارند. شما نیم بد نیست به خاطر رشد هنرهای مردمی و حفظ کردن و به دختران خود آموزانیدن طرز آماده کردن طعام‌های ملی باید فعال باشید و در یاد داشته باشید که کدبانوگی نیز هنر است. هر کس کدبانوش نمی‌تواند. فرزندان عزیز، نورسان و جوانان و جوانمردان، شما باید به قدر عظمت و بزرگی پدر و مادر که آفریدگار ما در این دنیا و سبب هستی ما می باشند بیشتر رسید. آنها را دوست دارید و احترام کنید. خدمتشان را بجا آورید و دعای نیکشان را گیرید و همیشه در آرزوی آن باشید که پدر و مادران سایبان سر ما و شما باشند. مردم ما بیهوده نمیگویند که پدر و مادر داری، دولت و سهولت داری. در این بابت باز یک حدیث رسول خدا را خاطر رسان می سازم. مرد وقتی به زن و مادر خود با مهربانی نگاه می کند، خداوند برای او ثواب حج را می نویسد. شما مادران و بانوان ارجمند و خواهران و دختران عزیز، کوشش نمایید که نعمت بی‌بهای زندگی مردم تاجیکستان، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی را مثل گهورک چشم حفظ کرده نسل‌های نورس را در همین روحیه و کمال رسانید. در ذهن و شعور فرزندان حس بلند ملی و انسان دوستی را جای نمایید. در قلب آنها شعله وطن دوستی و وطن پرستی و صداقت و محبت را نسبت به وطن مادر فروزان سازید تا نورسان و جوانان امروزه نامبرداران آینده این وطن محبوب و خاک مقدس نیاگان خویش باشند. در فرهنگ چندین هزار ساله ما مفهوم‌های وطن و مادر با همدیگر توأمند، همسنگ و هم معنای یکدیگرند و ارزش برابر و بلند دارند. از این رو در رویه وطن دوستی تربیت نمودن فرزندان معنای تربیت کردن آنها در رویه احترام به مادر را دارد. تازه و آزاد نگاه داشتن وطن و آباد نمودن و احتیاط کردن آن برابر با احترام و احتیاط کردن مادر است. زیرا بزرگی و شهامت
و مهربانی و محبت مادر نور تابنده و اختر روشنی بخش حیات انسانیت می باشد. شما مادران و بانوان عزیز در خاطر داشته باشید که ما جوان مردان یعنی فرزندانتان شما را صدقاً دوست می داریم، گرامی می داریم و در حق شما غمخواری کردن را قرض فرزندی، وظیفه جانی و رسالت جوانمردی خود می شماریم. با استفاده از فرصت تمام هموطنان عزیز و پیش از همه جوانان و مردان و فرزندان را دعوت می نمایم که مادران خود را برابر جانتان دوست دارید. نسبت به آنها در وقت زندگیشان مهربان و غمخوار باشید. عزت و حرمتشان را همیشه و در همه حالت به جا آورید. هرگز آزارشان نرسانید. نگاهی پر از مهر و شفقت و دست کمک و غمخواری را از آنها دریغ ندارید. فراموش نکنید که ما اگر تمام عمر به مادر خود خدمت کنیم، رنج بیدارخوابی یک شبه او را جبران کرده نمیتوان. همچنین در یاد داشته باشید که مادر نه فقط در روزهای جشن بلکه همیشه به مهربانی و غمخواری احتیاج و حق دارد، چون که مادر برای انسان هر روز و همیشه مادر است. یا روز هشتم مردی ما حرمت و احترام شیر سفید مادر، رنج و بیدارخوابی ها و نوازش و مهربانی های او را همیشه پاس می داریم و زحمتی را که برای به کمال رسانیدن ما کشیده است هرگز فراموش نمی کنیم. بار دیگر کل مادران و بانوان و دختران عزیز کشور و همه شما حاضرین گرامی را به مناسبت جشن فرخنده بهار و زیبایی و صداقت و محبت یعنی روز مادر صمیمانه تبریک گفته به هر یک شما پیش از همه سلامتی در خاندانتان، مهر و محبت، خوشبختی و روزگار آباد و آسوده آرزو می نمایم. روز مادر مبارک باشد مادران و بانوان و خواهران و دختران عزیز.